هیچ وقت فکر نمی‌کردم ترکیب کامیون مرسدس بنز با کابین خلبانی و سفینه فضایی همچین خونه سیار جذابی رو تحویل بده. سلام، من فاطمه. به تراس خوش اومدیم. تو این ویدیو قراره یه خونه سیار رو ببینیم. یعنی نمیتونم بگم خونه سیار، دوست دارم بگم یه خونه فضایی رو ببینیم چون خیلی قشنگه. من خودم حیرت کردم وقتی این ویدیو رو دیدم، انقدر که جذاب بود و امکانات خفنی داشت. خب این هم از اون خونه سیار ما. پارکینگ هم داره. ببین اینو من دیدم، کلا خیلی خفنه. من اصلا طرفدار ماشین نیستم و اصلا ماشینا رو نمیشناسم، یعنی چند تا ماشینی که میشناسم خیلی هنر کنم 450 از پارس تشخیص میدم. پرایدو میدونم، 206 رو میدونم، ولی باز 206 و 207 برام هیچ فرق ندارن. فراری و لامبورگینی هم که یکی ان. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. ولی این خیلی جذاب بود برام. این بدنش رو داریم، چقدر رنگش قشنگه. مشخصات این ماشین رو میگم، ولی خب واقعا دارم میگم من از ماشین هیچ چی سر در نمیارم. بدنش برای مرسدس 2016 یه موتور 530 اسب بخار داره، 12.8 لیتر بودن، 10 تا 11 مایل در گالون. این مقدار بنزینه که مصرف کنه. اینو میدونم چون تو فیزیک خوندم. چی میگی؟ وزنش هم حدوداً 23 تونه. خیلی زیاده. خب حالا نمای بیرونیش رو ببینیم. اینجا یه آینه 360 درجه داره که تنظیم میشه. رنگ بدنش رو خودش رو دوست دارم. این آرمش هم خیلی خوبه. یه آرم به این بزرگی اینجا زدن. طول این خونه سیارمون 12 متر، توی ارتفاع 4 متر، عرضش هم 2.5 جون میره با این بریم مسافرت. ولی قیمتش 1.5 میلیون دلاره. یه ذره سنگینه. خب این قسمت راننده و کامیون هم نیست بگم شاگرد کامیون، مسافرتیه. واقعا صندلیاشون رو ببینین، انگار که برای خلبان درستش کردن. این ترکیب رنگ مشکی و نقره‌ای که داره خیلی خوشگله. بعد اون تیکه پنجره‌هاش همه مشکیه، قشنگ شده. این قسمت بیرون زدگیش برای قسمت نشیمن این خونه است که حالا فکر کنم هیدرولیکی میاد بیرون و میره داخل. خیلی کار سختیه همچین چیزی درست کردنش و اینکه تو بتونی این کارو ماندگار درست بکنی، یعنی چند سال بتونه طرف استفاده بکنه و حالا هی با بیرون اومدنش اذیت نشه. ولی خب وقتی میاد بیرون 70 سانت به نشیمن اضافه میکنه، 70 که طولش هم 2.70. این بخش تابلو برقا و قسمت برق ماشینه که برق این کامیون هم با صفای نوری که رو سقف گذاشتن تامین میشه. قفل هوشمند داره. قسمت پله هاش باز هیدرولیکی میاد بیرون. این کار خیلی دوست داشتم، چقدرم شیک اومد. درب ورودیشو داریم، خیلی شیکه. برای ماشین خیلی امکانات داره. قشنگ اون حس سفینه فضایی رو میده به آدم. این قسمت انباریشه که حالا میتونین وسایل رو بذارین. حتی در حد یه تخته موج سواری هم اونجا جا میگیره. قسمت بالای پنجره ها یه سایه‌بون هوشمند کار کردن که به نظرم خیلی به کار میاد. اونم برای کسایی که حالا میخوان با این ماشین برن مسافرت. قشنگ توی اندازه تقریبا 4 متری با عرض 6 متری میاد بیرون. یعنی طولش 6 متر، عرضش 4 متر. بعد جمع میشه. حتی نورم داره. به اینم فکر کردن، یعنی فقط یه سایه‌بون نیست، خودش نورم داره. خوب کار کردن. خدایی خوشم بود. خوشت اومده؟ حس می‌کنم کسی که این ماشین رو میخره فقط 1 ماه باید آپشن‌های مخفیش رو پیدا بکنه. به نظرم خیلی آپشن داره. پشت این خونه سیار یه گاراژ داره که شما میتونید ماشین سواریتون رو بذارین. به نظرم فوق‌العاده است. یعنی تو وقتی داری سفر میکنی با این خونه‌های سیار، هر جا میخوای وای میسی و با ماشینت میری توی شهر میچرخی. لازم هم نیست ماشین به این بزرگی جابجا بکنی. یه ماشین هم به طول حالا تا 4 متر میتونه اینجا جا بگیره که طبعا خیلی از ماشینا هستن. خود ماشینم یعنی میذاره خوش جمع میشه میره. همین کارا رو هم خود ماشین انجام میده. خیلی خوبه. میدونی تقصیر من نیست. نهایت اینجا چند تا ماشین خارجی بیشتر تو ایران نداریم و بقیه‌اش ماشین داخلیه. این همه آپشن برای ماشین جذابه برام. بعد این دقیقاً گاراژ افتاده زیر اتاقا و ارتفاع اتاق خواب رو میتونین کم و زیاد کنین با این کار. وقتی حالا ارتفاع ماشینتون بیشتره، ارتفاع اتاق خواب رو کم میکنین و راحت ماشین میره داخل. این قسمت مینی لباسشویی اینجاست که یه لباسشویی خوشکن جفتش. به نظرم خیلی آپشن جذابیه. بالاخره بریم قسمت داخلی این خونه رو ببینیم.
خونه، منظورم خونه سیار بود، اینقدر خوشگله و تقریبا تمام نیازهای آدمو برطرف میکنه که واقعا خونه است. واقعا طراحی داخلیشو ببینیم، متریالی که استفاده شده، سبکش، مدل طراحی، مدل اجرا، اصلا حس سفینه فضایی رو داره میده به آدم. قسمت ورودیشه که حالا یه نرده‌های کروی و شیشه‌ای داره. یه خوبی که داره وقتی که سوار میشی، یعنی ماشین در حال حرکت، تمام درا قفل میشه و این از نظر ایمنی خیلی خوبه. این قسمت نشیمنه، همون نشیمنی که تا 70 سانت هم میرفت بیرون و حالا این میزش ارتفاعش جابجا میشه که هر وقت خواستین به عنوان ناهارخوری استفاده کنین، هر وقت هم نخواستین که به عنوان میز کاناپه‌تون استفاده میشه. واقعا کف قشنگی داره. اون انحناهایی که حالا هم توی کف استفاده شده، هم توی سقف، هم توی مبلمان، خیلی کار قشنگ کرده. نور پردازیش هم که خداست، یعنی انقدر نور. قسمت راننده 4 تا صندلی داره و بالاش یه تقریبا تخت 2 نفره داره، یعنی شما یه اتاق خواب دیگه هم داریم برای استراحت. چقدر هم خوشگله. فقط خدای نور پردازی خطیشو ببینین. واقعا بخش کابین، به این قسمت چی باید گفت تو کامیون، قسمت رانندهش خیلی جذابه، خیلی شیکه. حتی منی که عشق ماشین نیستم دوست دارم با این رانندگی کنم. قسمت آشپزخونه‌شو داریم که یخچالو داریم، خیلی خوبه. برشو داریم و حتی یه ماشین ظرفشویی هم داره. بالا هم سینک و گاز کار شده. این گاز، هود و گاز با همه و این دریچه رو وقتی باز می‌کنین مکش هودم همین قسمته. جالب بود، ندیده بودم تا الان. این پنجره هم که کار شده، حالا شما هم ویو رو می‌بینین، هم می‌تونین اینجا کاراتون رو انجام بدین. قسمت سینکشه. خوبه هر وقت هم خواستین می‌تونین قسمت سینک رو بپوشونین. جلوی دست و پاتون نیست. یه یخچال بزرگتر هم اینجا چقدر یخچالش بزرگه برای ماشین. از دو طرف 70 سانت میاد بیرون و وقتی این 70 سانت جمع بشه چقدر وحشتناک میشه، فکر کن پرس بشین وسط. اینجا پنل هوشمندشو داریم که حالا شما به نور و تهویه و هوا و گرما دسترسی دارین. این بخش دیگه بخش اتاق خواب و حالا سرویس بهداشتی و حمومشه که با این در میتونین قشنگ این بخشو خصوصی بکنین، ببندین اتاق خوابتون رو. این قسمت شیشه‌ای رو وقتی ببندین کاملا قسمت دوشتون جدا میشه، هیچ جام کثیف نمیشه. این دقیقاً اون درزه برای همون اختلاف ارتفاعی بود که گفتم هر وقت ماشین سواریتون ارتفاع بیشتری براش می‌خواستین، ارتفاع اتاق خوابو میبریم بالاتر و راحت شما اونجا فضا دارین. اینجا یه تخت دارین، دورتون پنجره است، تلویزیون رو دارین، کمد داره حتی این اتاق خواب، پشتش هم که کمداش قرار گرفته. درای این خونه سیار یا ماشین همه هوشمنده و ببین چیکار کرده، چقدر اطمینان داره که هیچ مشکلی توی هیدرولیکی بودن هیچ جاش به وجود نمیاد، چون وقت خیلی سخته وقتی شما این کارو میکنین که ممکنه خراب بشه به مرور زمان، ولی با اطمینان همه چی هیدرولیکی کردن. اینم از این خونه سیار فضایی سفینه فضاییمون که خیلی قشنگ بود، من خودم خیلی دوستش داشتم و میتونم به این خونه سیار امتیاز 8.5 بدم، انقدر که جذاب بود برام، این همه امکانات داشت. مرسی که این ویدیو رو دیدین، ممنون میشم شما امتیازتون رو کامنت کنین.